ایشون با این قد و حجم موهاش اومده میگه دم اسبی میخوام. حالا بنده خدا هر جا بره بهش میگن عزیزم تو نمیتونی دم اسبی بزنی. اسپری ضد حرارت رو زدم و شروع کردم به براشینگ. حالا ببینیم خدا چی میخواد. این که بیس 99.9% شنیونا کرلیه رو که دیگه میدونستی. یعنی برای تمام شنیونت اول براشینگ کن بعد کرلی کن، حالا ببین چی میخوای اصلا. زهرا بیوتی مرسی که این نکاتو بهمون میگی. ما هم الان قلب قرمزش میکنیم. حالا که قلب قرمز شد پوش میدیم. تو مرحله مشتری باید بعد از دیدن خودش بترسه. اگه نترسید دوباره پوش بده. اسپری ولوماپو بده حسنا. بعد از اینکه اسپری ولوماپو گرفتی و پاشوندی تو گله این مشتری، حالا وز موهاشو میگیری. حالا یه طرف موها رو گیر میزنی، بعد اسپری تا دارم این طرفم مثل اون طرف جمع میکنم. چنلمو سابسکرایب کن. از نکاتی که میذارم جانمونی من برای خودت میگم. حالا دم موها رو میگیرم پوش 10-60 حالا سطح موها رو صاف میکنم. اگر دیدم یه سری کرلیام باز شده مجدد کرلیشون میکنم. حالا جلو موهاشو درست میکنم و فیکس نهایی. اون قلبو قرمزش کن. حالا رخ کارو ببین. رخ کارو ببین دیگه.